مکتب خوشدامن تحت این عنوان در طربخانه تاج زرین جماعت خستیورز چاره‌بینی ولایتی برگزار گردید. در آن بانوان صاحب تجربه و روزگار دیده و گوناگون کسب و گوناگون ساحه شرکت ورزیدند. و این محفل زنان برومند ولایت، اعضایان شورای زنان ولایت، شورای زنان ناحیه نیز دعوت گردیده بودند. مقصد این چاره‌بینی به اعتدال آوردن جنجال عائله های ناسالم، پیشگیری جداشوی بین عائله ها و کم نمودن شماره آن، پایداری عائله های جوان می باشد. این چاره‌بینی با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورов، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov، جماعت‌های شهرک و دهات، شعبه کار با زنان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و شورای زنان برگزار گردید. معاون رئیس ناحیه باباجان غفورov مستوره مختارونا عاید عائله داری و نقش عائله در جامعه قید نمود که پایه اول جمعیت این عائله است. ما زنان مادران البته برای تربیت عائله، برای تربیت فرزندان، برای تربیت جوانان اساس زور عائله هستیم و گمان میکنم که در اینجا بسیار اکثر جوان دختران اشتراک دارند. از این محفلی که در اینجا استادانی که کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک ولایت در اینجا سرجم کردن، البته نسبتی مسئله عائله، زن، خوشدامن، فکرهای عقیده‌های خود رو میگویند. از ما جوانان، زنها و دختران از آن ما بهره بر میشیم، در حیات خود همین این رو استفاده میبریم. فعالیت مکتب خوشدامن در تمام شهر و ناحیه ها پرثمر ادامه دارد. مدیر شعبه کار با زنان کم اجرایی ولایتی فیروزه رحیمова ابراز داشت که با بهانه‌های ناچیز میان نوخانه‌داران گفتن سخن‌های ناسزا نسبت به یکدیگر، جنجال‌های بی‌مضمون و غیره عامل‌های محسوب می‌یابد که به ویرانشوی عائله آورده می‌رساند. همچنین او علاوه نمود که مقصد از برگزاری این محفل مساعدت در پایداری عائله، رسیدن به قدر والدین میباشد. از روی تحلیل اصل این ناسازگاری‌ها از ناراضگی خوشدامن از کلین و یا برعکس صورت میگیرد. در این سمت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان تصمیم گرفته است که با دستگیری بانوان فعال و صاحب تجربه روزگار در سطح ولایتی ساخت زمینه مساعده را برای بررسی مسئله‌های مهم مربوط به عائله یک منبر آزادی را با نام مکتب خوشدامن تأسیس دهد. شورای مراسا برای به اعتدال آوردن عائله ها و پیشگیری جداشوی جنجال های عائلوی کارهای زیادی را به راه مانده است. چنانکه که موجوده قابلونا مدیر شعبه کار با زنان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورov ابراز داشت دوام یک سال فعالیتش این شورا زیاده از 40 عائله را به مراسا آورد و زیاده از 110 عائله به این شورا مراجعت نمودند. در رفت محفل اشتراکشیان فکر و عقیده های خویش را بیان نموده از حیات و روزگار خویش نقل نمودند. باید ما برای کلی مهربان باشیم. برای دختر اگر مهربانی کنیم آن را آنچنان تربیت کنیم که بازگشت به خاندان ما هرگز نکنه، فقط به نیت خرسندی و دیداربینی و توی بیاید. وقتی که دختری عزیز ما از خانه ما و دیگر خانه به خانه اساسی خودش به خانه شوهرش می رود، باید همین را داند که برای او راهی بازگشت به خاندان پدر و مادر نیست و آن خاطر که به خانه خودش را می آورد. معلم گفتن اجارشین در حقیقت همینه. مقصد از برگزاری این محفل پیش از همه مانع شدن به ویرانشوی عائله ها، بلند برداشتن معرفت عائله داری، مناسبت خوب خوشدامن و کلین و پایداری عائله ها می باشد، زیرا جامعه سالم از عائله سالم به وجود می آید. در نزد کمیته اجرایی ناحیوی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان همچنین در نزد کمیته های اجرایی و تشکیلات های ابتدایی منطقه‌ای جماعت ها شوراهای مراسا تأسیس داده شده است که به این شورا شخصانی زنهای برومند تجربه روزگار دیده شامل هستند و وظیفه اساسی شورای مراسا به اعتدال آوردن جنجال عائله ها. اعضایان شورای مراسا کوشش میکنند که همین جنجال عائلوی را برطرف کرده عائله های جوان را بسیار به ما عائله های جوان مراجعت میکنند به مراسا انزند. عائله ساختار قدیمترین در دنیاست و نقش مهم در جمعیت انسانی میبازد. طول تاریخ عائله های قوی در بنیاد جمعیت های قوی سهم گذاشتند. عائله بهترین ساختار برای برکمال کردن فرزندان است. رستم بیگ احمدوف، زرافشان خوجاموف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.